یادتون باشه در اون برنامه که بیشتر در خدمت شما بودیم، هنرمند دیگه که میهمان برنامه بود اکبر گلپایگانی بود. بله. و یادش بخیر. واقعا جاش خالیه. اکبر بزمایی بود که خانم هایده و آقای اکبر گلپایگانی بودن. بله و انشالله که این همکاری ادامه داشته باشه و همه دوستان عزیز به یاد اون روزگارهای قشنگ که امید رو البته نباید از دست داد. انشالله در آسیای خیلی نزدیک در وطن عزیزمون باشیم و این برنامه ها رو داشته باشیم. رو هر گلیم پاره شب رو سر میاره، قطر بای دریا براش فرقی نداره. میدونستی که خاک فرش منی، دردی نموندی چرا وقت سپید و به سیاهی نشوندی.